بسیط بودیم و یک جوهر همه، بی مر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نوری سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. مولانا جلال الدین بلخی از نابغگان ادبیات کلاسیکی تاجیک بوده. در تاریخ ادب و فرهنگ تاجیک مقام شایسته و والا دارد. با اندیشه و افکار و تحلیلات عمیق و دقیقش مولانا جلال الدین بلخی توانسته است به مشتاقان کلام موزون عالم عشق و زیبایی را بنماید، جهان را به صلح و ثبات، یکدیگر فهمی و همدلی دعوت نماید. اثرهای ایجاد کرده مولانا جلال الدین بلخی: مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیه ما فیه، مکتوبات و مجالس سبعه با گوناگون رنگی مضمون و محتوا، حکمت و فلسفه خاص، بلاغت و فصاحت کلام، وسعت اندیشه، مهارت سخنوری و سخندانی، دانش و بینش، فهم و درک جهانشناسی، جهان فهمی و جهان بینی فوق‌العاده و در عموم بزرگی شخصیت این متفکر زبردست را هویدا می سازد. صلح و آشتی، رفاقت و دوستی و عقیده مولانا جلال الدین بلخی کلید تمام آبادی و زیبایی و موفقیت هاست. وقتی ما نام مولانا جلال الدین بلخی را به زمان می آوریم، پیش روی ما سیمای ظهور می کند که سراپا حکمت، سراپا معنی، سراپا شعر، سراپا مسئله های انسان دوستی، سراپا انسان کامل، سراپا یک چهره بسیار بزرگ علمی، ادبی، فرهنگی گذشته ما از جد ما پیش روی ما جلوه می کند که ما با این نام و با این نسب افتخار داریم. بیش از 800 سال است که ایجادیات مولانا در تمام قلمرو فارسی زبانان و دنیا آموخته می شود و آثار مولانا در زبان مادری تاجیکی و در ترجمه به زبانهای گوناگون دنیا آموخته می شود. خواننده خیلی زیاد دارد. و چرا؟ جواب این سوال این است که محوری یا موضوع اساسی ایجادیات مولانا را کمالات انسان تشکیل می دهد. مولانا انسان، آدم کامل را در اشعار خودش، در آثار منثورش نیز وصف کرده است و او همیشه انسانی بلند مقام و بلند مرتبه، انسانی تربیت دیده، انسانی وارسته و آگاه از همه غیل و غش و مشکلات دنیا را دیدن میخواست. خود مولانا شخصیتش یک شخصیت خریزماتی است. خریزماتی به این اصطلاح که برای او همه انسان ها یک بودند. او در یک مصرع شعرش میگوید که کزده بودد ملولم و انسانم آرزوست. همین انسانی که مولانا در تمام اشعارش از سراپای مثنوی، در تمام دیوان کبیر، در فیه ما فیه، در مجالس سبعه، حتی در مکتوبات خودش آرزو دارد، همان انسانی است که او از همه مشکلات دنیا، از همه این پرابلم های بدی و بخیلی و تندی و تلخی دور باشد. انسانی باشد که وارسته، آزاده، تعلیم دیده، تربیت دیده. و محض مولانا کل آثارش برای همین خاطر ایجاد کرد. خودش در مثنوی میگوید که مثنوی را نه برای آن گفتند که آن را آموزند و حمایل کنند، بلکه آن را آموزند، زیر پا گذارند و به بالا روند. مثنوی معنوی بلندترین قله افکار و اندیشه مولانا شناخته شده است که با فراگیری و تجسم مضامین عرفانی، حکمت و فلسفه عالی، منطق خاص حیرت آور است و همزمان با ترنم فرهنگ زندگی ساز، اخلاق حمیده و نکو، زیبایی شناسی پسندیده و مرغوب، چون مدرک خودشناسی و خودآگاهی، ارزش
و اهمیتی عمومی بشری دارد. این شاه اثری تاریخی در حدود 26,000 بیت سروده شده به اتفاق همه دانشمندان و دانشوران و محققان و اخلاصمندان اهل عرفان و فلسفه محسوب می‌یابد. در حقیقت اگر امروز ما از دید جهانیان، از دید شرقشناسان دنیا بر روزگار و آثار مولانا از نگاه معرفت انسانی نظر اندازیم، می‌بینیم که در حقیقت شهرت جهانی مولانا تا آن درجه فزون است که اهل قلم اروپا، دانشمندان خاورشناس رو به آثار و روزگار مولانا آورده است. به قول ابرمردان علم ادبیات شناسی، چی از ادبیات ما، چی از ادبیات اروپا، با مانند نیکلسون، خانم یوا، با مانند انی ماری شیمل، که اینها دانشمندانی هستند که در علم شرقشناسی دنیا، یکی از فرانسه، دیگری از آلمان، سومی از انگلیا، توانستند مولانا را با آثار انسان پرورانه‌اش، مخصوصاً در زمینه مثنوی معنویش، به جهانیان معرفی کند. در برابر این ملتی که این ابرمرد را به دنیا آورده است، یعنی ملت تاجیک، به جهانیان شناساند. امروز مثنوی که ما او را مطالعه میکنیم، مکتوباتی که از او ورق گردان میکنیم، فی مافی که فلسفه انسان ما از او میجوییم، محض در همین زمینه گفته شده است که تربیتگری انسان سالم است. اگر به اندیشه های سالمی مولانا نظر اندازیم، هم از نگاه عرفانی، هم از نگاه عشق زمینی، تنها پرورش انسان سالم و کامل است که با یکدیگر دست یاری دراز میکند. امروز گرچند عقل انسانی تا اون درجه بالا رفته باشد هم، لیکن از نگاه اخلاق نارسایی ها را ما میبینیم که بر ضد یکدیگر لشکرکشی ها میکنند، دیگری را آزار میدهند، ملت دیگری را از بین میبرند. ان همین زمینه ها از نگاه مولانا نادرست است و از این برمیاد که مولانا از روز اول میخواهد که انسانی را تربیت کند، به وی رساند که در جامعه تأثیر بخش، در جامعه یک فایده بیارد. و 6 دفتر مثنوی که ما را نظر میاندازیم، همش در همین زمینه از روی پیدایش انسان تا روز آخرت او در همین زمینه حرف میزند. و مثنوی معنوی را نه تنها بلکه تمام دنیا در برگردانش خواندن، تلاوت کردند. سال 2007 با قول یکی از دانشمندان امریکایی، آرنولد پاردوکس، میگه که در امریکا کتابی که از همه ارزشتر، گرانتر و در سودا بیشتر توجه مردم به سوی خود کشید، این مثنوی مولانا بود. از این ما باید فخر کنیم. امروز نسلی که مولانا را میپرورد، نسلی که به زبان مولانا حرف میزند، باید از اون فخر کند که تمام دنیا مولانا را میشناسد. مسئله خودشناسی نیز در ایجادیات مولانا مقام خاص را پیدا کرده است. مولانا معتقد است که صرف نظر از گوناگونی نژاد و قوم و ملیت، رنگ و زبان و مدنیت از یک گوهر به وجود آمدند. این بالا می رویم، این به معنی، به همون شهادت به همین معنی دارد که اگر انسان از عالم ملکوت آمده باشد به این زمین، پس همین باید انسانی بلند مقام، بلند مرتبه باشد که دنیا فهم باشد، هم عالم صغیر و هم عالم کبیر خودش را آباد کرده تواند. برای همین در ایجادیات این شخصیت برجسته و بزرگی ادبیات فارسی، تاجیکی و ادبیات عالم، موضوع انسان و انسان دوستی در درجه بلند است و محض تمام تعلیمات مولانا رو، مغز تعلیمات مولانا رو تربیه و تعلیم دادن انسان در بر میگیرد. این است بزرگی و مقام مولانا جلال الدین بلخی. درخشانترین اندیشه های مولانا در قسمت گوناگونی بیان شده است. مولانا به این مسئله از دیدگاه فرادینی نزدیک شده است. نتیجه گیری مولانا در این باره برای جهان امروز
مهم و سازنده ارزیابی می‌گردد. این نکته نظر از روشن فکری و جهانبینی علمی و واقعی مولانا جلال الدین بلخی دلالت می‌کند. بنابر اندیشه مولانا قالب و صورت‌ها ظرف بیش نیستند و هدف نهایی آفرینش انسان است. از این رو او برای حل اختلاف بشری از محدوده تنگ قالب‌ها بیرون جهیده از نظریه وحدت بشریت جانبداری می‌کند. در ایجادات مولانا یکون مسئله خرافات، زیادروی، خود رو از دیگری برتر گذاشتن یا یکون دین رو از دین دیگر، مذهب رو از مذهب دیگر، شخص رو از شخص دیگر، انسان رو از انسان دیگر یا قوم و گروه ملت ها رو گذاشتن نیست. علاقه تاکید کردیم که خود شخصیت مولانا شخصیت خاریزماتی است. خاریزماتی او همه رو برابر مثل خود انسان آزاد و وارسته دیدن میخواست و واقعا همین مقصد، همین مرام، همین موضوع رو در تمام ایجاداتش پیگیری میکند. البته ایجادات مولانا برای جوانان امروزه آخر چرا مایه اعتراف و پیروی نباشد؟ حتما هست. کدام جوانی که کدام نفری که آثار مولانا، خصوصا شعر مولانا، مثنوی رو میخواند بدون شک برای خودش راه درست انتخاب میکند. در رباعی میگوید خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. از این زیاد دیگر تعریف و توصیف می شود که محض مولانا برای جوانان ما گفته است. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز. معیارها، قانونیت‌های جاری جمهوری خود، دولت خود رعایت کن، علم آموز، هنر آموز، یعنی بهترین انسانی تکمیل یافته، کمال یافته و تربیت دیده میرسی. از این رو مولانا حتما ایجادات مولانا بر روحیه جوانان امروزه، آینده و تا روزی که یک نفر تاجیک است و تاجیک زبان است حتما تاثیر مثبتی عمیق میگذارد. ایجادات مولانا جلال الدین بلخی امروز برای اهل جهان از ارزشمندترین آثار به حساب می رود. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 24 می سال 2023 با قرار نهاد اجرایی یونسکو کلیات مولانا جلال الدین بلخی به فهرست خاطرات جهانی یونسکو وارد کرده شد. پیشبری کلیات مولانا از جانب تاجیکستان، ازبکستان، ایران، بلغارستان، آلمان، ترکیه مشترکاً صورت گرفته به بررسی یونسکو پیشنهاد کرده شد. منطق مولانا شگفت‌انگیز است. او برای اثبات اندیشه خود توانسته است که صدها دلیل‌های معتمد بیارد. این اندیشه و افکار و عقیده‌های بلند مولانا می‌تواند به هر عقل روشنی و به هر چشم نور و ضیا بخشد. دانش را مکمل، جهانبینی را وسعت و عقل را سازنده نماید. نسل امروز و آینده‌دار را از ظلمت خرافات پرستی و جهالت برهاند. جهانیان را به صلح و ثبات و یکدیگر فهمی دعوت نماید.